سلام علیکم. یک قصه نوبتی نقل میکنیم در صبح دم به خاطر مردمی که پشت دیوال پنجره. اول خداوند آزادی نصیب ویا خواستیم یک لحظه خاطر مردمی پشت دیوال پنجره را شاد بگردانیم. یا برادر 15 سال میشینه خب بیزار ایجان میشوده میگریزه کراچی همینطور که بکو جنگل به جنگل کراچی یک خانه میدروه یا دریو نمیدروه در یک خانه رو میکشه هوی اوهو نگاه میکنه ایش کنیست این طرف اون طرف ایش کنیست دیومنگی کاملته رو میکشه یا بچه زنک مثل عادی کنیست میبینه این پلاژینی را حیران میشه خیز میکنه بالاشون ده مردک همه که میکشه ستال ده میمونه پالنی بند کلنگتی میبنده مردک همه که ستال شتگیه آست آسته پیش زنک میرن که میقپه ای گردنش یا بوسه میکنه میره طرفی وانه این مردک همه خشتگی حیران میشه و ده میگه گوش کو این آدم رنگه که ارستان تای این گرختگی های خطی بیزه بای کش و کش کردن چی کاری بگر ریزا شو زنک هر دمانه میکشه میره چوست وید که اسم ما دیدم وای چی خیطره ای گردن آشنایی کرد یه مرده که ساده وای ای گردن ما آشنایی نکرد وای پروست در گوشی ما گفت که ما 15 سال در درو مردکا خطی آمخته شدگیم همه طرف وزلین داری خانه تا ما گفتم دارم بابای مرا پرسید کجا دای ما گفتم وانه دا تکش تو مردک خط به دست بگی سلامتی بر دوام بر همه شما. دو تا نرکمانی خدا بخبر میزنن دوزه ها رو میگیرن نرمالی اوجه بگه روز میشه گفته میخیزه میدونی چیکار میکنیم تاکسی فایرو میکنیم تاکسی میشینیم دگاوری چه میکنیم پلی تاکسی رو میتیم خب میکنیم فهمیدی که وای نفهمه موضوع دیگه سیا مسئولیت ها رو میکنن تاکسی زکاز میکنن تاکسی میم شب میشینم چسبم همه پلی تاکسی رو میتیم خب آدرس گاب میزنن خب رفته سیان تاکسیس میگه چی شما یکان چی دود موندگی این چی یا تاش میگه نه با میگه چی ده هر دوتون در سیدری که پیشش دیگه